مربای توت فرنگی. بله، طرز تهیه مربای توت فرنگی داریم. میخواین مرباتون همینی که داریم میبینید شیشه‌ای و خوشرنگ و بدونی که له بشه داشته باشین؟ با من همراهشین، چون که میخوام قانون کلی مرباها رو توی این آموزش بهتون بگم. مربای توت فرنگی یکی از مرباهای بسیار خوشمزه و محبوبه توی سراسر جهان که من به شخص خودم عاشق این مربا هستم. برای 1 کیلو توت فرنگی من اول توت فرنگی ها رو خوب نیم ساعت کامل داخل آب خیسوندم تا اون کثیفی و شنی چیزی هم که چسبیده ته‌نشین بشه. بعد آب کشی کردم، خشکش کردم. میایم تا اونجا که میتونی سعی کنید توت فرنگی ریزی داشته باشین که خیلی خوشمزه تره. من گلبرگ هاشو نگاه کنید، برگ سبزشو میگیرم. ببینید کوچولوها رو من نمیگیرم. اگه کوچیک بود همینجوری برای مراسم و مجلس اینا خیلی عالیه، ولی برای بزرگ درشتاشو خب 4 قسمت کنید. اگه میخواین از این مربا شربت هم تهیه کنید، توت فرنگی های درشتو چند قاچش کنید تا آب زیادی بندازه. توت فرنگی های کوچیک قاچ نمیزنیم، آب کمتری میندازه. برای این مقدار که 1 کیلو توت فرنگی داشتیم 1 کیلو شکر نیاز داریم. شکر رو میریزم روی میوه ها. بعد نگاه کنید این توت فرنگی ریز مخصوص خود همین مرباست، بدون که قاچش بزنی عالی میشه. مجلسی تر هم هست، با گلبرگ هم بندازین که عالی. این توت فرنگی های درشت هم مخصوص مارمالاد و شربته، چون که از وسط قاچش میکنیم آب زیادی میندازه که برای شربت خوبه و برای مارمالاد که پوره میکنیم. خب قانون اصلی مرباها اینه که برای میوه های شیرینی مثل توت فرنگی از 1 کیلو میوه 1 کیلو شکر نیاز داریم. برای میوه های ترشی مثل آلبالو، گوجه سبز، کیوی، پرتقال، برای اونا برای 1 کیلو میوه 1.5 کیلو شکر نیاز داریم. من اینو میذارم بیرون از یخچال به مدت 6 ساعت، داخل یخچال نه، بیرون از یخچال که زود آب بندازه. به این حالت نگاه کنید چقدر قشنگ آب انداخته. میذارم زیر حرارت ملایم خوب به جوش بیاد، کف اولیه‌اش رو بگیرم. زمانی که مربا میجوشه مدام روی مربا کف جمع میشه. شما اون کف‌ها رو دور بریزید. کف‌های اولیه کفایی هستن که کثیفی خود میوه رو میارن بالا. خب درسته که تمیز شستیم، ولی خب دیگه پیش میادم نه، چون واقعا میشه. خودتون کفاشو وقتی گرفتین خودتون نگاه کنید چقدر کثیفیه. با اینکه حتی 1 ساعت 2 ساعت تمیزم بکنین و چند مرحله مدام این کفا رو بگیرین، باعث میشه هم یه مربای شفاف و خوش رنگ داشته باشین و بدون اینکه کپک بزنه. نه کپک میزنه نه شکرک میزنه، مدام هم بزنه. حدود 15 دقیقه با حرارت ملایم بذاریم بجوشه. وقتی که کفاشو گرفتیم توت فرنگی به غلظت برسه. خودتون هم متوجه شدین من از هیچی استفاده نکردم، نه از جوهر لیمو، نه از لیمو ترش، نه از آب لیمو، که خدایی نکرده شکرک نزنه که نمیزنه. اگه درسته مرحله به مرحله با من این مربا رو درست کنید اصلا شکرک نمیزنه. یه نکته خیلی مهمی هم بهتون بگم، وقتی که به غلظت خودش رسید خب نذارین خیلی غلیظ بشه، چون وقتی سرد میشه دیگه خودش غلیظم میشه. بهتون نشون میدم به این حالت نگاه کنید. زیرشو خاموش میکنید، 2 ساعت میذاریم بیرون خنک بشه، میذاریم یخچال
یه روز توی یخچال میمونه، میریزیم توی شیشه خشک، باز میذاریم نصف روز توی یخچال بمونه، بعد در شیشه رو میبندیم. 6 ماه الی 1 سال ماندگاری این مرباست. دوستان نازنین، عضویت در کانالم کاملا رایگانه. من در هیچ پلتفرمی فعالیتی ندارم به جز آپارات و یوتیوب که در آپارات 2 تا کانال دارم به اسم آموزش بافتنی و یک کانال دیگه هم همینه، آشپزی کوکینگ. اگه عضو نشدین عضو بشین، کانال رو دنبال کنید، ویدیوها رو اگه دوست داشتین لایک کنید.